کیا باید مسهل استفاده کنیم، کیا باید ملین استفاده کنیم و بهترین مسهل ها و ملین ها کدوم؟ ملین ها به علت لطافتی که ایجاد میکنن درون روده باعث میشن آب روده افزایش پیدا کنه که بتونه اون مدفوع خارج بشه. پس ملین ها برای تمامی سن ها، جوان ها، نوجوان ها، کودکان، مسن ها، خانم ها و آقایون قابلیت استفاده داره. اما مسهل ها با افزایش حرکات روده باعث تنش روده‌ای میشن که توی برخی از افراد مثل کودکان، نوزادان یا پیرمرد پیرزن ها، افراد مسن‌تر قابلیت استفاده نداره، چون ممکنه درد، خونریزی و ورم ایجاد کنه. متاسفانه یکی از مسهل ها که خیلی داره توصیه میشه گل قند هست که ترکیب گل محمدی، آب، یه مقدار خیلی کمی عسل هستش، حالا یا عسل یا قند که توی آفتاب میذارن ازش استفاده میکنن، یا حتی برگ سنا که خیلی من دیدم دارن توی عطاریا توصیه میشه و به شدت مضر. اما ملین ها کدوم هستن؟ برای طبیعت های گرم و خشکی که دچار یبوست شدن در اثر خشکی، لطافت‌زاها مثل تخم اسپرزه، 4 تخمه، تخم انگوزه داخل آب، خاک شیر داخل آب، آلو خشک، آلو بخارا، انجیر خیس خورده، ترکیباتی هستن که برای طبیعت‌های گرم و خشک و برای طبیعت‌های سرد و خشک گرم کننده هستن، مثل دم کرده بابونه، شربت لاکتولوز، قرص سوربیتول، دم کرده عناب و کاکل ذرت، ماساژ ساعتگرد با روغن‌های گرم مثل روغن بادام تلخ اطراف ناف و چکوندن چند قطره روغن بنفشه داخل ناف و یا ماساژ کف. مدرن حامی سلامتی شماست، پس شما هم از ما حمایت کنید.